تشکر داریم. برای ما مردم تاجیکستان امروز افتخار و سربلندی است که در بین سران دولت‌های آسیای مرکزی اولین شده مکافات عالی نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی با پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان داده شد و هنگام تقدیم نمودن این مکافات عالی تاکید گردید که امامعلی رحمان همچون سروری عالی تبار همچون راهبری پیشبر در مناسبت‌های بین المللی همچون لیدر سیاسی اعتراف شده است. من اندیشه دارم که تمامی زحمت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در استوار نمودن صلح و ثبات نه تنها در تاجیکستان عزیز بلکه در منطقه در بین دولت‌های آسیای مرکزی همچون نمونه عبرت و استفاده بری قرار داده شده است. باید تاکید نمود که گرفتن این مکافات عالی بار دیگر اثبات می‌نماید که مکتب دولتداری امامعلی رحمان نمونه عبرت برای دیگر دولت‌های جهان از جمله منطقه آسیای مرکزی است. تاکید نمودن ضرور است که این مکافات برای استوار نمودن صلح و امنیت در منطقه اینچنین معرفی نمودن و تشبثکاری نمودن سران دولت‌های آسیای مرکزی در سطح بین الملل است. امروز ما مردم تاجیکستان باید تاکید نماییم که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای تاجیکستان منطقه از جمله آسیای مرکزی و عموما جهان همچون راهبری تشبثکار و نمونه عبرت شناخته شدند. سرفراز گردیدن محترم امامعلی رحمان به این مکافات عالی دلیل آن است که واقعاً پیشوای ملت توانستند همچون راهبری عاقل، خردمند، تشبثکار در سطح بین الملل معرفی شوند و منفعت تاجیکستان و جهان را در مسائل علاید حفظ نمایند.